ارومیه 15 مرداد سال 983 خورشیدی. شاه عباس که قصد بازگردانی مناطق شمال غربی ایران و قفقاز و به ویژه تبریز که توسط عثمانی ها در سال 1590 به موجب عهدنامه فرهاد پاشا تصرف شده بود را داشت. بدین ترتیب سپاهی متشکل از 60,000 نفر به همراه سردار نامی ایران اللهوردی خان به سمت ارومیه حرکت کردند. چیغال اغلی سردار عثمانی با 100,000 نفر سرباز از رود ارس گذشته و چون شنیده شاه عباس در حوالی خوی است به سمت او حرکت کرد. دو سپاه در ظهر 15 مرداد سال 983 به یکدیگر رسیدند. نیروهای ایرانی کمتر از قوای عثمانی بودند، 62,000 نفر در برابر 100,000 نفر. شاه عباس در این هنگام با یک ترفند جنگی 50,000 سرباز خود را در پشت تپه‌ای پنهان کرد به طوری که از دید دشمن پنهان باشند. پس از آن اللهوردی خان گرجی سردار سپاه ایران با 12,000 تعداد قوا به سمت سپاه عثمانی حرکت کرد. سپاه ایرانی به رهبری اللهوردی خان با شتاب به طرف عثمانیان و به سوی تفنگچیان و توپ‌های آنان روانه شدند. چیغال اغلی با این فرض که سربازان ایرانی به طرز نادرستی به سوی توپ‌های او می‌آیند دستور شلیک داد. ستون سواران ایرانی در هنگام درستی به سوی توپ‌های او می‌آیند دستور شلیک داد. ستون سواران ایرانی در هنگام مبادرت به دور زدن سپاه و رساندن خود به پشت سپاه دشمن کردند. سپاه عثمانی با پنداشت اینکه سپاه شاه عباس همین تعداد است سر لوله توپ‌ها را برگرداند و به افزودن آتش بر روی ارتش ایران ادامه داد. بعد از آن جنگاوران ایرانی که نسبت به لشکر عثمانی 1:10 بودند اقدام به عقب نشینی کردند. از سوی دیگر چون کوس سفر سردار عثمانی از پی تعقیب سپاه ایرانی به آنها نرسیده بود، بی نتیجه به مرکز جنگ بازگشت و با سپاه قلقم شده عثمانی مواجه شد. قوای به فرماندهی اللهوردی خان نیز پس از منصرف شدن کوس سفر از پی تعقیب سپاه ایرانی به اللهوردی خان نیز پس از منصرف شدن کوس سفر از پی تعقیب سپاه ایرانی به دنبال سپاه عثمانی روانه شده بودند. در این حال سپاه عثمانی به حالت محاصره شده درآمد و کل سپاه عثمانی تار و مار شدند. در نتیجه این جنگ بعد از آن هیچ منطقه‌ای از کشور ایران در دست عثمانی نبود و کردستان، لرستان، آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی به دست ایران افتاد.